высказали, ну, сами понимаете, работая с детьми, уже становишься как-то по-другому относиться к жизни. Sultan bir dersi ne? Sultan mevzu. Когда родители узнают, что у них ребенка подозрение на злокачественном опыте, یک چند روز پیش که داده یک ساعت کاری شما چند سومون است؟ میگه که 10 سومون. یک ساعت کارتون 10 سومون است میگه. بله. خب بعد چند روز پس میگه داده 7 سومونی به من تر. میگه که ندارم بچه‌م 7 سومون. نمیتونم. میره که بیچاره صبح با شکم زده زیق است. میگه که بچه جون این 7 سومون گیر. چیکار میکنی یک 7 سومونو؟ مدت 4 ماه است که ما در بیمارخانه دهم در بیمارخانه قربالو در کورس دهم تبابت گرفته ایستادیم و ما مینداری خود را به فاند خیریه لانه از نام تمامی کسان همین بیمارخانه و فرزند جناب آزاده رحمان تمنای سپاسگزارم که با ما چنین غمخواری خود را میرسانند. ما مدت یک کورس است که از داروهای آنها استفاده میبریم. استفاده برده ایستادیم و فرزند من خیلی خوب خود را حس میکند و چنین برنامه ها چنین کنسرت های پرحشمت برپا می نمایند و فرزندان ما را خرسند می نمایند و ما خرسند هستیم که ما تنها نیستیم، فرزندان ما تنها نیستیم. سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان و در تمام دنیا کسلی سرطانی اوج گرفته ایستاده است. چنانچه که از سالی که فاند تأسیس شده بود ما در سرشوی کارمون هر سال از 50 تا 100 نفر بیمار را در بیمارخانه سرطان شناسی یاری خود را میرساندیم و بیماران کمتر بودند و در این مدت طی 5-6 سالی که گذشت سپری گشت مقدار آنها از روی نشاندادهای عمری گرفتار این کسلی‌ها سال تا سال زیاد شده است چنانکه در سال 2014 در جمهوری تاجیکستان از 920 نفر کودکانی که در مرکز سرطان شناسی به قید گرفته شدند و توبت گرفتند 720 نفر آنها کسلی گرفتار سرطان بودند.